سوپر استار شماره 1 هند، قهرمان بی‌رقیب پرده سینما، اما پشت این چهره افسانه‌ای فروپاشی خانوادگی پنهون بود. داستانی که سالها کسی جرأت گفتنشو نداشت، اما نقاب شهرت امروز اومد تا در موردش بیشتر حرف بزنه. آمیتاب بچان 11 اکتبر 1942 توی الله آباد به دنیا آمد. توی یه خانواده فرهنگی و باسواد. پدرش شاعر معروفی بود و مادرش فعال اجتماعی. یه برادر کوچیک‌ترم داشت به اسم آجیتاب. اسمش اول انقلاب بود، الهام گرفته از شعار استقلال هند، اما بعداً به آمیتاب تغییر کرد. دوران مدرسه و کالج رو گذروند و برای اولین بار پا به تئاتر گذاشت. بعد از تحصیل زندگی سختی داشت. چند شغل رو امتحان کرد. حتی برای گویندگی رادیو رد شد و بعد به کلکته رفت و سالها با حقوق کم کار کرد. مادرش رو تشویق کرد که سینما رو امتحان کنه و آمیتاب به بمبئی رفت. اولین فرصت جدیش توی فیلم بوان شوم بود و بعد ساعت هندوستانی، اما موفقیتی براش نداشت. سالهای بعد توی چند فیلم دیگه بازی کرد، اما هنوز ناموفق بود و اکثر بازیگرای زن از همکاری باهاش خودداری می‌کردن. نقطه عطفش سال 1971 بود. سوپر استار راجش کاننا بهش فرصت داد تا توی فیلم آناند درخشیده و اولین جایزه فیلم فیرشو برای بهترین نقش مکمل بگیره. اما اوج موفقیت سال 1973 با فیلم زنجیر بود. نقش مردی جوان و عصبی که همه چیزو تغییر داد و آمیتاب بچان رو تبدیل کرد به سوپر استار شماره 1 هند. از اون لحظه به بعد دیگه هیچ عقبگردی نبود. با تلاش و سخت کوشی سینمای هند رو تسخیر کرد و فیلم‌های بزرگی مثل دیوار، شولای، آمر اکبر آنتونی، گاهی خوشی گاهی غم، باغبان و بلک رو ساخت و ثابت کرد هنوز حرفی برای گفتن داره. اما این خلاصه سفر سینمایی این مرد بود که قبلا مفصل‌تر در موردش صحبت کردیم. حالا وقتشه بریم سراغ بخش تاریک ماجرا، جنجال‌ها، دعواها و حاشیه‌هایی که باعث شد خانواده بچان همیشه توی تیتر خبرها باشن. حلقه ضعیف این خاندان کیه که امروز اسم بچان رو لرزون کرده؟ اون روزایی که آمیتاب بچان پشت سر هم شکست میخورد تقریبا هیچ کس کنارش نبود. حتی بازیگرای زن هم حاضر نمیشدن باهاش کار کنن. وقتی قرار شد فیلم زنجیر ساخته بشه فقط یه نفر قبول کرد که کنارش بایسته و اون کسی نبود جز جایا بهادری. حالا هر چی اسمشو بذاریم، شانس، سرنوشت یا حمایت خالصانه یا اجبار ازدواج آمیتاب طبق گفته ها، همین انتخاب مسیر زندگی اون رو برای همیشه عوض کرد. بعد از فیلم زنجیر رابطه کاری جایا و آمیتاب خیلی زود رنگ عشق گرفت و با رضایت خانواده ها ازدواج کردن. جایا بعد از ازدواج سینما رو کنار گذاشت و اکثر وقتش رو گذاشت برای زندگی و خانواده. محبوبیت آمیتاب به اوج رسیده بود و کم کم صاحب 2 فرزند شدن، دختری به نام شویتا و پسری به نام آپیشه. جایا غرق بزرگ کردن بچه ها بود و آمیتاب غرق فیلم و شهرت. اما درست همینجا آرامش خونه شروع به ترک خوردن کرد. در حین کار روی فیلم ها آمیتاب وارد رابطه عاطفی با یه بازیگر مشهور دیگه شد، رکا. مدتی این ماجرا پنهان موند و جایا از همه چیز بیخبر بود، اما حقیقت هیچ وقت برای همیشه مخفی نمیمونه. وقتی جایا با خبر شد باور این خیانت براش غیر قابل تحمل بود. با این حال خودشو کنترل کرد و سعی کرد زندگیشو نجات بده. اما مشکل اینجا بود که آمیتاب حاضر بود برای این رابطه آرامش و خوشبختی خونش رو به خطر بندازه و اینجا بود که زندگی رویایی خانواده بچانها آهسته آهسته وارد یکی از تاریک ترین فصل‌ها شد. آمیتاب تا مرز این رفت که جایا رو ترک کنه و با رکا زندگی کنه. یه روز جایا ناگهانی سر صحنه فیلم برداری رفت و وقتی دید اونا زیادی به هم نزدیک هستن جلوی همه به رکا سیلی زد و از اون خواست که از آمیتاب دور بمونه. این اتفاق خونه رو پر از تنش کرد و رسانه‌ها خبر از جدایی احتمالی دادن. اما نخست وزیر وقت راجیو گاندی مداخله کرد و آمیتاب مجبور شد دوباره به جایا برگرده. با این حال اون هنوز نتونسته بود جایا رو کاملا بپذیره و روابطشون تحت فشار بود. یه روز در حین فیلم برداری فیلم کولی که قبلا هم براتون گفتم آمیتاب دچار آسیب جدی شد و برای زندگیش جنگید. جایا بچان با تمام وجود در کنار اون بود و این عشق و وفاداری باعث شد آمیتاب متوجه ارزش حضور جایا بشه و قول داد دیگه به رکا نزدیک نشه. این اولین بار بود که ازدواج خانواده بچان تا آستانه طلاق رفت، اما عشق و صبوری جایا رابطه رو نجات داد و تا امروز هم با تمام شیطنت‌های آمیتاب مثل فیلم بلک همچنان این زندگی پابرجاست.
حالا بریم سراغ ازدواج دوم خانواده بچان که هنوز سوالات زیادی در موردش توی ذهن مردم هست و پاسخهای دقیقش به راحتی پیدا نمیشه. فقط قبلش یادتون نره که شما با لایکتون میتونین از این فیلم حمایت کنید. آمیتاب بچان 2 فرزند داره، دخترش شویتا بچان و پسرش آبیشک. شویتا در 17 مارس 1974 توی بمبئی به دنیا اومد و بزرگ شد تا تبدیل به مدل و نویسنده بشه. اون در 16 فوریه 1997 با نیکل ناندا، پسر ریتو ناندا و تاجر معروف دهلی ازدواج کرد و بعد از ازدواج به دهلی نقل مکان کرد. این زوج 2 فرزند دارن، دخترشون ناویا و پسرشون آگاستیا. با این حال بعد از چند سال شویتا به همراه بچه‌ها به بمبئی برگشت و دوباره با خانواده‌اش زندگی کرد. دلیل این بازگشت دقیقاً مشخص نبود، اما حضور مرتب اون در خونه والدینش باعث شد سوالات زیادی در ذهن مردم ایجاد بشه. به مرور رسانه‌ها گزارش دادن که اون خونه همسرش رو ترک کرده و بین اونها اختلافات زیادی وجود داره. با گذشت زمان مشخص شد که رابطه اونها به پایان رسیده، اما ظاهراً این موضوع تا حدی برای حفظ اعتبار خانواده و جلوگیری از رسوایی بیشتر به صورت نمایشی مدیریت شده بود. وقتی سوالها از سراسر دنیا در مورد زندگی دختر بچان زیاد شد، خانواده اون توضیحی دادن که خیلی‌ها قانع نشدن. گفته شد شویتا ترجیح میده مستقل باشه، نخواد از پول همسرش استفاده کنه و به خاطر کار و مسیر شخصی خودش جدا از شوهرش زندگی میکنه. به همین دلیل هم به همراه بچه‌ها به بمبئی برگشته تا کنار پدر و مادرش باشه. اما این توضیح برای افکار عمومی چندان قابل قبول نبود. همین باعث شد گمان زنی‌ها در مورد جدایی یا حتی طلاق سفید بیشتر و بیشتر بشه. خیلی‌ها معتقدن این موضوع فقط برای حفظ اعتبار خانواده تا امروز به صورت رسمی اعلام نشده و در سکوت نگه داشته شده. در همین دوران گزارش‌های رسانه‌ای پای اسم هریتیک روشن رو هم وسط کشید. بعد از طلاق هریتیک از همسرش سوزان خان خبرهایی منتشر شد که اون و شویتا بچان دوباره به هم نزدیک شدن. گفته میشه این دو از دوران کودکی همدیگر رو میشناختن و به هم علاقه داشتن، اما بعد از ازدواج‌هاشون مسیر زندگیشون از هم جدا شده بود. با این حال حضور مشترکشون توی مهمونی‌ها و مراسم‌های مختلف و شایعاتی در مورد رفت و آمد شویتا به خانه هریتیک باعث شد صحبت‌ها در مورد رابطه نزدیکتر بین این دو جدی‌تر بشه. بعضی گزارش‌ها پا رو فراتر گذاشتن و ادعا کردن شویتا بچان دلیل اصلی جدایی کانگانا رانوت و هریتیک روشن بوده، هرچند هیچ مدرک قطعی برای اثبات این حرف‌ها وجود نداره. به این ترتیب ازدواج شویتا بچان دومین ازدواج در خانواده بچان شد که همیشه در سایه ابهام، سکوت و حرف و حدیث باقی موند. اما داستان ازدواج‌ها در خانواده بچان هنوز تموم نشده. حالا نوبت میرسه به ازدواج پسر خانواده، آبیشک بچان، کسی که زندگی شخصیش سراسر حاشیه بوده. آبیشک هم مثل پدرش وارد سینمای هند شد و به یک بازیگر شناخته شده تبدیل شد، اما واقعیت اینه که هیچ وقت نتونست به جایگاه، شهرت و رفاهی که پدر و مادرش داشتن برسه. آبیشک در 20 آوریل 2007 با آیشواریا رای، دختر شایسته جهان و یکی از بزرگترین ستاره‌های سینمای هند، ازدواج کرد. این ازدواج یه ازدواج عاشقانه بود و در زمان خودش توجه رسانه‌های سراسر دنیا رو به خودش جلب کرد. آیشواریا رای فقط یه بازیگر نبود، اون سوپر مدل، بازیگر درجه 1 بالیوود و برنده عنوان دختر شایسته جهان بود و با فیلم‌های موفقش جایگاه ویژه‌ای توی سینمای هند داشت. روزهای اول زندگی مشترک آبیشک و آیشواریا خوب پیش میرفت، اما خیلی زود اختلاف‌هایی در دل این خانواده شکل گرفت. اختلافایی که گفته میشه آثارش تا امروز هم باقی مونده. اصل ماجرا از جایی شروع شد که خانواده بچان علاقه نداشتن آیشواریا بعد از ازدواج بازیگر بمونه، به خصوص نقشایی که صحنه‌های جسورانه داشتن. اما آیشواریا نمیخواست هویت حرفه‌ای خودش رو کنار بذاره و دوست داشت مسیر کاریش رو ادامه بده. قبل از ازدواج آیشواریا با وجود رابطش با آبیشک در فیلم دوم 2 کنار هریتیک روشن در صحنه‌هایی بازی کرد که مورد پسند خانواده بچان نبود. بعد از ازدواج هم حضور آیشواریا در فیلم آیدل های مشکل به کارگردانی کارن جوهر و بازی در صحنه‌های جسورانه در کنار رنبیر کاپور دوباره آتش این اختلاف‌ها رو شعله‌ور کرد. طبق گزارش‌ها خانواده بچان حتی با کارن جوهر صحبت کردند تا بعضی از صحنه‌های آیشواریا رو از فیلم حذف کنه، اما آیشواریا روی تصمیمش ایستاد و تاکید داشت فیلم باید بدون تغییر اکران بشه. در نهایت فیلم همونطور که ساخته شده بود اکران شد و اختلاف‌های خانوادگی بیش از قبل به تیتر رسانه‌ها راه پیدا کرد و گفته میشه خانواده بچان به شدت ناراحت شدن. حتی شایعاتی مطرح شد که آمیتاب بچان از نفوذ خودش استفاده کرده و بعد از اون فیلم پیشنهادهای کاری
آیشواریا به شکل عجیبی کم شد. موضوعی که هیچ وقت به طور رسمی تایید نشد، اما دهن به دهن چرخید. از یه طرف خانواده بچن مدام از احترام، آبرو و عزت نفس حرف می زدن، اما از طرف دیگه داخل همون خونه یه جنگ پنهان در جریان بود. بعد از ازدواج آبیشک دختر آمیتاب همچنان توی همون خونه زندگی میکرد. حالا آیشواریا هم به عنوان عروس وارد همون فضا شده بود و این همزیستی از همون اول ساده نبود. به گفته ی نزدیکان خانواده، آیشواریا اعتقاد داشت درست نیست شویتا بعد از ازدواج همچنان توی خونه پدری بمونه، چون عملاً تصمیم گیرنده ی اصلی خونه شده بود و در تمام امور دخالت میکرد. این اختلاف‌ها که اولش فقط دلخوری‌های ساده بود، طبق گزارش رسانه‌ها یه روز به درگیری جدی کشیده شد. گفته میشه توی یکی از این مشاجره‌ها شویتا با عصبانیت به آیشواریا سیلی زد و فضای خونه کاملا متشنج شد. بزرگان خانواده یعنی آمیتاب و جایا وارد ماجرا شدن و سعی کردن اوضاع رو آروم کنن، اما علاقه شدیدشون به دخترشون باعث شد عملا نتونن موضع محکمی به نفع عروس خانواده بگیرن. از اینجا به بعد اختلافای خانوادگی از چهاردیواری خونه بیرون اومد و به تیتر مجلات و کانالهای خبری رسید. مردم شروع کردن به حدس و گمان و صحبت از سرد شدن رابطه آیشواریا و آبیشک و حتی طلاق. برای اولین بار این موضوعات به طور جدی‌تر مطرح شد. مدت‌های زیادی همه این حرفا فقط در حد شایعه بود و خانواده بچان همه چیز رو انکار می‌کردن. اما وقتی آمیتاب بخشی از اموالش رو به نام دخترش کرد، این اتفاق برای آیشواریا بسیار سنگین تموم شد. اختلافا کم کم بالا گرفت و در نهایت به جایی رسید که آیشواریا تصمیم گرفت خونه بچان‌ها رو ترک کنه. اون به همراه دخترش آرادیا به خونه پدر و مادرش رفت. بعد از این اتفاق نگاه‌ها بیشتر از همیشه به سمت خانواده بچان برگشت، اما اعضای خانواده همچنان اصرار داشتن که همه چیز عادیه و اخبار رسانه‌ها فقط شایعه است. با این حال نشونه‌ها چیزای دیگه‌ای میگفتن. وقتی تمام اعضای خانواده بچان در مراسم عروسی پسر مکش آنبانی کنار هم دیده شدند، اما آیشواریا رای فقط با دخترش توی این مراسم حضور داشت، سوالای زیادی در ذهن مردم شکل گرفت. اگه همه چیز خوب بود، چرا اونا جدا از هم دیده می شدن؟ به خصوص با پیام‌هایی که آبیشک و آیشواریا در شبکه‌های مجازی پخش می‌کردن، این شکاف‌ها روز به روز بزرگتر می‌شد. اما به خاطر حفظ ظاهر، هیچ کس حاضر نبود در مورد اونها صریح‌تر صحبت کنه. آیشواریا رای بچان امروز زنیه که برای خودش زندگی میکنه. هیچ طلاق رسمی نیست، اما فاصله ها هنوزم وجود دارن. اون بیشتر وقتش رو با دخترش آرادیا میگذرونه و کمتر کنار خانواده بچان دیده میشه. الانم گفته میشه در قسمت دیگه از عمارت بچان جدا از خانواده زندگی میکنه و برای حفظ آرامش دخترش و زندگیش سعی میکنه همیشه کنار همسرش دیده بشه. همه میگن واقعیت این خاندان اینه که پایه‌های ازدواج توی این عمارت بسیار سسته و جنجال‌ها از وقتی بیشتر قوت گرفت که چند وقت پیش جایا بچان پستی منتشر کرد و گفت ازدواج منسوخ شده و اجازه نمیده ناویا ازدواج کنه. نظر شما چیه؟ کی باعث این جدایی توی یه خاندان بزرگ شده؟ چرا آمیتاب اجازه نمیده هیچ طلاقی توی خاندانش به رسمیت ثبت بشه و همه مجبورن تحت هر شرایطی توی اون عمارت بمونن؟ و چرا جایا همچین جملاتی رو عنوان کرده؟ منتظر نظرات ارزشمندتون هستم و مثل همیشه ازتون میخوام اگر میخواین بیوگرافی های آینده رو ببینید، حتما این کانال رو سابسکرایب و زنگولش رو فعال کنید.